الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. در اون نفس که بمیرم پروردگار همچون هدیه به روح گذشتگان این خاندان خصوصا حاجی برات علی برسول گورش و پر نور و جاشان جنت کن و تمام ارواحایی که از این قبرستان از این محله در این قبرستان رو پروی ما خوابند پروردگار از ثواب نالی های تلاوت اونها را با نصیب گردم. پروردگار به حق اسماء حسنات فیض و برکات در این محل و در این خاندان نازل گردم. آمین. فرزندان حاجی برات علی را عمر دراز و طول صحت و رزق فراخ و توفیق بندگی و پیروی گذشته هاشان نصیب گردان. آمین. خصوصا حاجی میرعلی دادری ما را در مسافر یا پروردگار فرزنداش کتی خاندانش کتی برادراش کتی نگه دارم. کسب و کارش ده برکت عطا فرما. خداوند با این راه ها رو کشاده گردن که بندگان تو سالم به خاندانشان بیان و باز پی کاراشان روان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب. خدایا تو لایق حمد و ثنا هستی زیرا که تمام عالم راهبرش تو هستی، مربیش تو هستی، پیدا کنندش تو هستی، رزق دهندش تو هستی، نگهدارندش تو هستی. خوب دوامش رفتن بگیرم. مادم همچنین وقتی خدا به ما کم و بیش ثروت داد خوب همه را یک خدمت خدا زیرا خداوند خودش در قرآن با آیه های فراوان به ما میفهمانه که من همه شما رو یک خلبیس نمیتیم، همه شما رو من رنگی ترام بانه تریلیونر و میلیاردر نمیکنم. بعضیت میلیاردر بکنم، بعضیت تریلیاردر میکنم، بعضیت میلیونر میکنم، بعضیت خوب 10,000 و 100,000 دلار میکنم، بعضیش 5 سوم محتاج میکنم. قرآن اینو صراحتا میگه. خوب خواب بسیار خاکم ما وظیفه دار هستیم حق این مال خدا دادگی رو صرف کنیم برای کی؟ برای بندگان خدا، برای رزقخورهای خدا. خدا ما رو ثروتمند کرد، اطراف ما بودگی خیشت برای کمبغل وظیفه خورهای ما کرد. یا بنده های خدا هستند، رزق جان خدا میتیه. من امر کرده است که از این پولت از 10,000 دلار 50 دلار چه برار بچی خالت، بچی عمت، بچی تقایت، بچی اول خیشای خودتانه تی و آتو الزکا زکات تی. زکات دادن مال سبب حلالی مال میشه، سبب برکات مال میشه، سبب زیادتی مال میشه. مال بی زکات از گوشتی خوک هم حرامتر است. مال بی زکات حج هم رو حجش قبول نیست. مال بی زکات مسجد هم کنه مسجدش نماز خواندن درست نیست. در زکات این فرضه. و آتو الزکات. نگو که من خودم مهنت کردم یافتم، من خودم دبی رفتم و هندوستان رفتم و پاکستان رفتم و خطای رفتم. نگو عزیزی من، تو رو خدا برد آورد، تو خدا تو رو این استعداد داد، خدا تو رو این جان داد، خدا تو رو این سلامتی داد، خدا تو رو این عقل داد، خدا تو رو با او 3 میلیارد برد آورگم میخواد در بالا یا پرنده که امریکا در مطارش میدارمد 3 میلیارد 180 کس نیست، تو هم بقتره یا نیستی. نگو از کدوم است. بنابراین باید بنده مومن هرچی داره از خدا دانه، او وقت اون مومن است. هرچی داره از پروردگارش دانه. و خدا همین گفت و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. حتی در یه آیت ولا تکونوا من المشرکین هم آمدگی است. بنابراین زکات که داد وظیفه حقی مالیش، وظیفه مالیش هم ادا کرد. باقی مانده مال یک شخص از رسول اکرم پرسید یا رسول الله من زکات ها متیم، باقی مانده مالم برای من حلال است؟ نه، همش برات حلال است. اگرچه اسلام غیر از زکات با حقی دیگری برای فقیر و کمبغلا بالای ما ثروتمندان تعیین کردگی است. صدقات نافله است.
لیکن فرض لاقل بایای ما ادا کنن. تاجیکستان ما الحمدلله انقدر بای داره، میلیاردر و میلیاردر داره که اگر نا انصاف کنن، زکاتشان جدا کنن، کم بغلای تاجیکستان یگانتش نمیمونه، همش بای میشن اگر خدا انصاف شانتیه. لیکن عقل کنن به خود بیاین، حالا فرصت دارن. وعیدای خیلی هم سخته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألیم. کسانی که ثروت جمع میکنن، طلا جمع میکنن، تنگه جمع میکنن، دلار جمع میکنن، یورو جمع میکنن، سامانی جمع میکنن و در راه خدا صرف نمیکنن، بیچاره کم بغلات زکات نمیتین، خودش خانهاش 5 قبطه و 3 قبطه با انواع گوناگون میبل های $100,000 پهلوش ده همسایش یه برید گوشت محتاج، خانه شتفلینی گرم پهلوش به دیگه خانه همسایه گردکاش که در خونه که لرزیده میستن. چیل خانه همسایه حساب از نگاه اسلام. خداوند به این وایها پیغمبر از زبان پیغمبر چه خطاب میکنه؟ ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع. یا الله، او مؤمن نیست، او مسلمان نیست، او ایمانی به خدا نداره، ایمانی به پیغمبر نداره. هر کسی که خانش تیج است، خوراکیش تأمین است، گرمیش تأمین است، همسایش گرسنه است و ایمان نداره. بنابراین ماه رمضان آمریزه باید بندگان مومن زکاتاشان حساب کنن. 2 فایزش حق خداست. بازم میگم به ملایشان نتیان و ما نصیب نکنه زکات این باید. همین خدا دادگی رزق ما بیش کفایه میکنه. به خیشای کم بغل شانتیان، به هم محله های کم بغل شانتیان، به همسایه های کم بغل شانتیان، غیر پدر و مادر، بچه و دختر و نبیره دیگر کسی دیتیان میشه کم بغل باشه. اما تیان یتیم خانه ها دیتیان، محبت خانه ها دیتیان، معیوب خانه ها دبرن تیان، سر ثواب میگیرن. اونا احتیاجی کمکن. الله. لیکن زکات نتیان، وای به حالشان. الله. ولا این کفرتم این عذابی لشدید. این تهدید بالای تهدید است. بین خدا این عذابی لشدید، هم این در آورد، هم لام در آورد، هم جمله اسمیه، هر سهش در این علم بلاغت برای تاکید میگه. عزیزان میگن این تاکید، این تهدید از جانب یک حکومت نیست، از جانب یک پادشاه و پرزیدنت نیست، از جانب خالق آسمان و زمین است. خدایی است که خواه با یک برف نابود میکنه. من امریکا دو الاسکا 3 متر برف، حتی ارمیاش دستاش کوتاش دستی چی نامد، نه ماشیناش حربیشون، نه ماشینای راه تازه کنیش. اگر او برف یک ماه دیگه میبارید هیچی نمیمونده امریکا در الاسکاش. که خدا غفور و رحیم است، خدا با مهربان و حلیم است، با لطیف است. میبینه در بین الکش هم باشن، یگان به صاحب در کوچه خونه که مرده است برای خاطری ها. این انسان ها بندگان خدا کافران باشن. ببینه قصه میکنن راستای دروغ، احتمال راست هم داره، دروغ هم داره. قصه های کتاب ها حضرت نوح علیه السلام وقتی که دعای بد کرد و قومش بالکلی از روی زمین نابود شد، دماغشان سوخت. حضرت ناامید که شدن، دعا کردن، تیر آخرینشان از جای برآوردن به سوی پروردگار روانه کردن. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این آخران تیری بود که حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام به سوی پروردگار روانه کرد. خدا یک اینها را در روی زمین دیگه باقی نمود. اینها سرکششان از حد گذشت، غرورشان از حد گذشت، ظلم و بیدادشان از حد گذشت، بت پرستی و غیر تو رو سجده کردن از حد گذشت، فساد اخلاقی، زنا و فحشا از حد گذشت. دیگر سخن من تأثیر نداره.
دیگر سخن مرا کسی شنیدن نمیخواهد. خدایا دیگر اینها را در روی زمین نمون. یا الله خداوند، این نوح بود وای من نبودم که دعای منم جاش نیستم. نوح پیغمبر بزرگوار، پیغمبر مرسل، اولین صاحب شریعت، اولین داعی به سوی خدا بعد حضرت نوح. خداوند دعا را قبول کرد. با فرستادن طوفان 6 ماهه، ببینید در جای ما 1 هفته 2 هفته باران شود، اگر دوشنبه رو یا میخیزه بیسا کوچاش 6 ماه نایستاده بارید. این قرآن هم حکایه میکنه برای ما، ما افسانه نگفته ایستادم. 6 ماه از زمین چشمه ها فواره زدن، از آسمان غضب خدا ابرها را سفارش داد، میلیارد تن آب ریختن گرفتن. یا الله، کسی باقی نموند، یگان موجود زنده نموند. از کثافت این انسانهای بدبخت مخلوقای دیگر هم هلاک شدند. حیوانات دیگر هم که اونا گناهی نداشتن هلاک شدند. مرچه ها و کرمک ها و جنگل بودگی مخلوقای دیگر رو. خوب بعد از پاکیزه شدن زمین، بعد از 6 ماه که کشتی در بالای طوفان مثل یک مرغابی که تنها میگرده تنها بود. زمین خدا امر کرد یا سماء اقلعی و یا ارض ابلعی ماءکی. آستاست آب فرو رفت. زمین با خوش شد. بعد چند وقت، چند ماه، کشتی از نوح از کشتی فرا آمد. آدمایی که کشتیش بودن چند نفر، 80 نفر، بعضی را 40 نفر. خدا گفت که نوح کاسه ساز، کاسه لایی، این کاسه لایی، این کاسه ساز گفت. حضرت نوح خوب امری پروردگار بود. پیغمبر حق نداشت پرسه چام بکنی کاسه رو، کی در کاره نگفت. ساخت 50 تای 100 تای تیار کرد، محنت کرد، آفتاب دقاق کرد، این تش کرد او تش کرد. یا 70 روز کار کرد. ثانی بعد تیار شدن پروردگار با نوح گفت که همش سنگ یک ثانی بعد تیار شدن پروردگار با نوح گفت که همش سنگ یک شکن گفت. دیگه آتش نمون. حضرت نوح بازم شکستن و اول چی باید نگفتن، چرا نگفتن، در حق پرسیدن نداشت. بعد از شکستن ثانی بعد دلش درک کرد. خدایا آخی من این زحمت کشیدم کردم، اینها را آخی ما برای چی امر کردی شکستم، من هیچی نفهمیدم، این محنت من کجا شد. پروردگار دریای رحمتش جوش شد. عزیزان مفسرات تفسیرات میگن گفت که نوح برای خاطر همین لایا، برای همین کاسهای لایه دل سوخت. این قدر مخلوقات آفریدی، من با دعای تو من هلاک کردم، دل من برای نام نسوخت. نه الله ببینه نه با اون کافرهایی که در الیاسکه بودن 3 متر تگی برف موندن، ویم الکش هم که بودن بنده خدا هستن. شاید یکیش خنک خورد تگی برف جام کنید دعا کرد، باخی گادای گفت. خداوند دعاش قبول کرد و با این بلا رو دفع کرد. نبر خدا انت قدرت داره. بندگان خدا از حد گذاشتن برای وی عذاب کردن و نابود کردن هیچی مشکلی نداره. طرفت العین جهان برهم زند، کس نمیداند که اینجا دم زند. و ما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب. خلاصه ما باید بندگان خدا بیدار شویم، از غفلت باید به خود بیاییم. نعمتهای خدا دادگی شکر کنیم، سپاسگزاری کنیم. از حرامهاش باید خودمان نگه داریم. بر همین بنده مومن باید شکرانی این نعمتهاش به جا بیاره. انشاءالله خدا نعمتش افزون میکنه، تن صحتش. حتی خدا
کافران هم نعمت افزون میکنه. وقتی که کافرها خیر میکنن، احسان میکنن، همه اروپایی ها، یهودی ها بین دنیا دیگه یتیم خانه دارن، راه میکنن، خوب غنا غرضای سیاسی شان کتی غرضای پلید شان کتی که یاردن میکنن، دیگه خدا با وجود همین اونها رو پاداش میتین. کافر پاداشش در همین روی زمین است، خدا تنسعتیش میتین، خداوند کارش رواج میتین، خدا عمرش دراز میکنه، اما آخرت دوای ثواب ندارن. ثواب آخرت وابسته به ایمانه. تا ایمان نباشه هیچ چی که دارن کارم که کنی و ثواب آخروی نداره بچم. اما این دنیا دا میتیش و زندگی خوشش میتیه، تنسعتش میتیه، خود فرزند میتیش، کارش کارخانهاش رواج میتیه، خلاصا برکش میتیه. نباید در همه دنیا ببینه خیر کردن، نیکی کردن، شکر کردن نعمتی چی میکنه؟ افزون میکنه. خوب دوام حدیث رو بیام که این طرف بلندی برختم را هم متانم دیگر دارم. دوام حضرت چی گفتن؟ و این اصابت ضراء صبره فصبره. بنده مومن یک خوبیش همین است که اگر ناراحتی هم براش رسد، دوام حدیث که اول گفتم چون که این بجا برفت بیادم ده ناراحتی رسد، مثلا تنسعتی بیماری داره من ما الحمدلله هزار شکرش به این بیماری دادگیش. خوب یکان تشویش در خاندان مانده بیا، فرزندان مانده بیا، نبیره ها مانده بیا، بچه ها مانده خشت بارده بیا، یا که مالاش تلف میشه، یا صدمه اتومبیلی میشه، ماشینش میزنه میده میکنه، خوب میشه ده، یا پدرش میافات میکنه رنگی دادرای مابانی بای حاجی برطلی. این مصیبت است، این ناراحت کننده است. ذرا گفته هر چیزی خفه کننده، ناراحت کننده، دلگیر کننده باشه، این آمد و ثانی فصبر صبر کنه. خدای از جانب تو فرستادی. کدام وقتیشان داملا یک صحبت داشتن، حضرت عروه ابن زبیر بود، کی بود؟ 4 فرزند داشتن، پاهاشان بریدن. یا الله عجب صحبت ده. 4 فرزند داشتن، یکیش مرد. گفت خدایا 4 فرزندم دادی، یکیش دادی با 3 تاش مونده. 4 پا و دستم دادی، خوب این دست مکلته کردن، این پا مکلته کردن، با یا پا و یا دستم مونده. هزار شکر. ببینم چی شاکر بودن و چطور بنده بودن و یا به جای نالش کردن و دادوای کردن با الحمدلله گفتن. وقتی که بنده در این صبر کنه، شکر خدا را گویا، حمد خدا را گویا، این دم ثواب میگیرن. و این اصابت ضراء فصبر کان خیرا. اینم برای سعادت است. خداوند بندگان در مصیبت صبر میکردگی شد، در تشویش ها صبر میکردگی شد، در ظلم ظالم ها صبر میکردگی شد، فقط درجات در جنت میتی که دیگر آرزو میکنن کاش که ما هم اهل همین بلا میشدیم. الله. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه مستجاب الدعوات بودند. دعاشان خدا رسول اکرم دعا کرده بودن، اجابت میکرد. به خاطری چی؟ به خاطری که در غزوه احد آوازه محمد کشته شد، گفتن شیطان که پند کرد. حضرت ام ایمن مادرشان از مدینه دوید آرچک شد در دستشان برآمدن، از او پیش که صحابه گرفت ایستادن. گفتن کجا میگریزی ناجوان مردا، کجا میگریزی؟ من آرچک من گیر، تو گفتن شمشیرت منته. حضرت درآمدن میدان جنگ، یک کافری بدبخت به شمشیر زنده و کمپیرک بود. وقت قریب واقعا 70 بالا بشه که حضرت که پهلوان بود زد، همون حضرت غلطید حضرت لباساش لیک شد، تنش تافت و بدبخت قاه خندید، تمسخر کرد. رسول اکرم تمسخرش شدیدشان درد کرد مادرشان. این حالت حضرت سعد ابن وقاص هجوم گذاشتن زدن، هم کافر کشتن. حضرت بعد دعا کردن خدایا، گفتن سعد گفتن صاحب جنت کن، اهل جنت کن، دعاش مستجاب کن. در عوض خدمت کردگیش بنابرای مستجاب الدعوات و چشماش کور شد، هر دو چشماش. بچه‌هاش گفتن بابا، گفتن تو رو خدا دعات جمع دعا کن، خدا شکلی بینات چشمات صحت کنه، بینا کنه. گفت نه، دردی که از جانب خدا، از جانب دوستم برای من رسیده، گفت من صبر میکنم، من از پروردگار ثواب صبر امیدوار هستم، انتظار هستم. این دوستای خدا
در بلاها صبر میکنن به خاطر چی؟ به خاطر ثواب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. این خصلت ها در مؤمن است. عزیزان، هزار شکر پروردگار گوییم که ما و شما رو مؤمن کرد، ما رو شما رو از جمله کسانی کرد که در نعمت ها شکر کنیم هم ثواب میگیریم، خرسند میشیم. در مصیبت ها صبر کنیم هم خرسند میشیم، ثواب میگیریم. این برای مؤمن است. الحمدلله، هزار شکرش. و همیشه گوی الحمدلله علی کل حال. الحمدلله، هزار شکر پروردگار به این توفیق دادگید، به این مشرف کردگید به ایمان و به پیروی قرآن و به پیروی حبیب. هزاران شکر پروردگار. ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شریک لك فلك الحمد و الشکر. هزار شکر پروردگار. دعا کنیم پروردگار ثواب شه به روح رحمتی برات علی گذشتهاش برسان و گوش و پر نور و جاش جنت کنه. پروردگار فرزنداشم عمر دراز نبیراشم علی توفیق کنه. این بلایی که امروز جامعه را در تشویش آورده، دنیا را خدای از بالای مردم تاجیکستانی ما و از بالای مردم امت اسلام در هر جایی که باشن، خصوصا مسافرها، دور گردان و بیمارا را شفا ده و به فرزندار و فرزند صالح نصیب گردان و محبوسا را خداوندا از زندان ها آزاد گردان و به توفیق ها را توفیق بندگی نصیب کن. آمین یا رب العالمین.